مشکل اینجاست که ما سر خود ظلم میکنیم، از وطن خود فرار میکنیم که ما ولا کار نداریم. ما کار دارم، بیریش تفید خود کار میکنم، زندگی ما الحمدلله خوب ساعت مجور است. گوشت نخو نکردیم، یک شو ما گوشت نخو نکردیم، روز میخورم شو میخورم، آرام راحت خو خود میکنم. ازدحام کم میشه، تصادم و انسان کشی کم میشه، منتها کارش روان است بخیر و خوبی. امارت اسلامی ده یک کار خوبتر کنه، به خاطر از اینکه تقریبا 16 یا 17 یا 18 ولایت در ایران میره و میایه. سرک خرد است، محترم دو لاین است، هر روز یک سرک میره تصادم میکنه، تکر زیاد میشه. ما میبینیم ما در قلعه عبدالعلی میشینیم، امروزه 2 تصادم 3 تصادم از چه خرابی سرک میشه. یک لب سرک دیگر لب سرک که میریم نیم ساعت دیگر انتظار میشیم که تو باش موترها کم شد و ما او طرف بریم. و علیکم السلام، خوب هستی؟ خیرتی زنده باشی. برای ما از این بود که کار سرک چه وقت شروع شد؟ کار سرک تقریبا یک 20 روز میشه شروع است. چقدر پیشرفت کنه و چقدر خوب است، یک کم تون پیشرفت کردم، اون تا در چند روز باز کار نمیشه. آیا این سرک دقیقاً از کجا شروع شده در کجا ختم این میشه؟ تقریبا از پل کمپانی شروع شده، شاید در میدانشار ختم شد. در میدانشار؟ بله. فکر کنم این سرک حدود 48 کیلومتر طول داره. شاید همون رقم باشه، از اون چیش منطقه ما آگاهی نداریم. آیا دوره جمهوریت هم یک کمکی کار شروع شد در این ساحه، باز آرام شد. فعلا که شروع شده شما آیندهش چطور می‌بینید؟ برای آیندهش خیلی یک کم تون کار میکنه امارت اسلامی افغانستان. در جمهوریت یک دست زدش اعلایش کرد، خدا کنه که بدر امارت اسلامی ده یک کار خوبتر کنه، به خاطر از اینکه تقریبا 16 یا 17 یا 18 ولایت در ایران میره و میایه. شهرهای کابل قندار است. برای شهرهای کابل قندار است. چند سال میشه که این سرک زندگی میکنید؟ ما تقریبا 60 سالم رو مثلا اینجا زندگی میکنم. 60 سال مکمل؟ بله 60 سال. 60 سال پیش تا حالا چقدر تغییرات خودتان برای در این ساعت خود تغییرات خیلی زیاد آمده، به خاطر از اینکه سابق یک 30-40 خانه بود، در حدود تقریبا 4000 یا 5000 خانه اینجا. از نوع پیشرفت سرک و بعضی از کارهای دیگر؟ از سرک هم تقریبا سرک خراب بود. در زمانی که امارت اسلامی آمده این سرک یک کم دست زدن، اون سرک فعلا خوبتر است، مردم به رفت آمد استفاده میکنن. آیا بینایست یک هموطن پیامتون بعد گفتنیتون برای دولتمندان و برای کسانی صدای خوب داره میشنوه چی هست؟ پیام ما به دولت است که تا که میتونن کار کنن، تبعیض نژادی را از بین ببره. زنده باشه، شما هم خیر ببینید. اینجا سرک قرار بود کار شده یا نه؟ بله. چند سال پیش؟ یک 5-6 سال پیش بوده باشه. 5-6 سال پیش. کار او با این چقدر تفاوت داره؟ بسیار زیاد تفاوت داره. چی است؟
تفاوتش همین که کار جریان داره پیش میره کار پیش میره. میره. چقدر کار پیش رفته از سرک؟ سرک 50% شاید رفته باشه. 50% رفته. پروژه‌ای که فعلا جریان داره کاکا ببرک عزیز 3 سال قرارداد شده. نه. این سرک از پل کمپانی شروع الا میدان شهر. بله. ولسوالی چک. نه. ولسوالی چک اونجا 48 کیلومتر طول داره. بله. این که شروع شده چقدر برای مردم منافعش میرسه؟ 100%. از چه لحاظ؟ از لحاظ بیروبار سرک خرد است. محترم دو لاین است. هر روز یک سرک میره تصادم میکنه تکر زیاد میشه. چند سال میشه که در این ساحه زندگی میکنید شما؟ که چیزی کم 60 سال میشه. در 60 سال چقدر تفاوت در این ساحه آمده؟ 100% آمده. زیاد. از چه نوع تغییرات آمده؟ از تغییرات سرک آمده. ساختمان آمده. 100% آمده. سرک‌ها رو که خودت میبینید جور میشه، با سازیاش صورت میگیره در افغانستان، در کابل. چقدر احساس خوشی میکنیم این از یک هموطن یا شهر؟ والله 100%. خدا پاک زودتر جورش کنه. زودتر جورش کنه. روز جور شد. چه گفتنی داری برای کسایی که همچون کارهایی را میکنن؟ ما خوش هستیم. سپاسگزار هستیم. زیاد تشکر میگیم. بسیار خدای پاک دیگه توفیق بدهشون که کار کنن، خدمت کنن با وطن. چقدر خودت همکاری میکنی با اونها؟ چیزی که دست ما واسه تمام قدرت مشارکتش همکاری میکنیم. تشکر و سپاس. بخیر. خیلی. این سرک ایجاد شود و تمام مردم از کابل گرفته تا نیمروز و تا هرات کلگی چی میشه؟ آسوده میشه. حالا امروز که ما میبینیم ما در قلعه عبدالعلی میشینیم، امروزه 2 تصادف 3 تصادف از چه خرابی سرک میشه. بسیار خوب است که جور کنه. آیا سبب امثال از سرک که در شاهزاده جور میشه چقدر منافع برای مردم میرسونه و چقدر خوب است برای پیشرفت مردم؟ بسیار خوب است برای هر چیز. بر دیگه با مسافرین زود میرسه به محل خود، دیگه تصادف نمیشه. مردم از یک طرف دیگه طرف ما که اینجا تر میشیم تقریبا نیم ساعت انتظار میشیم که از یک لب سرک دیگه لب سرک که میریم نیم ساعت دیگه انتظار میشیم که تو باش مترا کم شد و ما او طرف بریم. این سرکی که شهرهای کابل قندار است چند ولایت باید وصل کنه؟ این از کابل طرف میدان شهر است، دیگه ولایت غزنی زابل است تا هرات تا چی تا قندار. بعض از قندار میشه هلمند میشه باز شهرهای عمومی است. شهرهای عمومی است. چقدر خودتان از این کار راضی هستید؟ بسیار راضی هستیم که ایجاد شود. بسیار راضی هستیم. هر پیامتان برای دولت چی است؟ برای کسایی که کار را میکنه در کشور خدمت میکنه؟ برای دولت برای عوامو کسی که کار میکنه که کار زودتر بکنه بسیار خوب است. چرا که امروزه سرک است تخریب میشه، خراب میشه. دیگه از نگاه حالی که اینجا باران شود کلگی آب سر چی میره؟ سر خانه و سر او طرف میره. بسیار خوب کار است. خدا توفیق بده که جور کنه. بخیر باشین. سلامت باشین. سلامت. تشکر.
هستین که کار و بار؟ الحمدلله ساعت ما تیر است، بیخی جور تیار هستیم، هیچ مشکلی نیست در ما. مشکل در جهانی است. بگو. آقای صاحب محترم، امروز موضوع برنامه ای است که بازسازی است. دیدیم که خبر بازسازی را شما بشنوید. چقدر بازسازی که در شهر کابل یا در افغانستان میشه، چقدر برای پیشرفت مملکت؟ الحمدلله اینقدر پیشرفت میکنه. ما تقریبا 66 سال عمر دارم. دمی کل طول تقریبا چند بادشاهی را تیر کردیم، از 13 خو بالا میشه، از 14 خو بالا میشه، همه بادشاهی دیدیم، مگر یک قدر بازسازی که در فعلی حکومت از یکیش هم نیست. مشکل اینجاست که ما سر خود ظلم میکنیم، از وطن خود فرار میکنیم که ما والا کار نداریم. ما کار دارم، اینا بیر اشتافی خود کار میکنم، زندگی ما الحمدلله خوب ساعت مجور است. گوشت نخو نکردیم، یک شو ما گوشت نخو نکردیم، روز میخورم شو میخورم، آرام راحت خو خودم میکنم. آقای صاحب سرک دقیقاً در روبروی دکانتان چقدر دیر میشه کارشان شروع شده؟ تقریبا اینمی که آمدن طالبا اینا کار شروع. سابق دولت 3 دفعه اینا بررسی کرد مگر اینمو تومان رفت، مگر کارش نکرد. پیسه‌اش در انتخابات زد، پیسه‌اش خورد، سرک القوی را پیسه‌اش تمام کرد، پیش خانه ما سرک القوی، مگر کارش نکرد. اینمو تو چټل پټل پای تا امروزی روز. مگر دی اقتصاد ضعیف که ما فعلا افغانستان که پیسه‌اش امریکا بند کرده، اقتصادش بند کرده، تحریم سرش میلگانه، مگر بعدم کار بازسازی رسای که افغانستان شما بیا ببینید از راستی بردن همین خارجی ها را ما میگیم، اگر امریکا میگه، اگر یهود میگه، اگر فلسطین میگه، اگر دیگهش میگه بیا افغانستان ببینه سعی کنه که بازسازی است یا ظلم است افغانستان. مگر ما که خود ما افغانستان خود جور نکنیم، خارجی ها بر ما جور نمیکنه. ما 66 سال عمر دارم، کل تاریخش خواندیم. الحمدلله ما بسواد هستم، بی سواد نیستم. ما سیاست مدارم هستم. ما از نفر حزب اسلامی هم کار کردیم. تقریبا جهاد روس هم کتی روسا زدیم، کتی امریکایی زدیم، کتی اینموت استادیم مثل مردوری. هیچ ترس بیم هم ندارم. چیزی که خارجی ها میگه کلش دروغ است، یکیش راست نیست. بیا کتی ما بیشینه گپ بزنه، هر کس که میگه خارج از بین المللی میگه، از سراسلی بیش میگه، از دیگهش میگه، بیا یک کتی ما گپ بزنه. در داخل بیا 6 تا در لندن، 6 تا در فرانسه، 6 تا در امریکا گپ میزنه در افغانستان. بیا دی ملک خاک بخو از این وطن گپ بزن. من نمیشه خاک میخورم، از این وطن خود گپ میزنم، پشتیبانی وطن خود میکنم، دفاع وطن خود میکنم، به هیچ کس ضرورت ندارم. هر کس که میگه در افغانستان سختی است، هر کس که میگه طالبا ظلم میکنه، کی را شلاق زده؟ اینا خودشان جور میکنه، کدی دوره میزنه، میگه این طالب است. این غلط گپ است. ما میگردیم بینمی جامعه میگردیم، ما را خو یک روز نگفت کجا میرو بابا، با خدا که ما را پرسان کرده باشه. شما خب بابا را که نگوی کجا میری، اولاد خوب از خودش میره. خوب گپ. بله آقای محترم، سرک کابل قندار چقدر برای ترافیک خوب میشه که جور شود؟ خیلی خوب میشه، راحت بسیار میشه، بسیار 2 سرکه جور شود، 4 سرکه جور شود، راحتش زیاد میشه، ازدحام کم میشه، تصادم و انسان کشی کم میشه، منتها کارش روان است بخیر و خوبی. نه در کم وقت در هر سرکی که شروع شده جور شده، در کم وقتش طالبا برسه که ببینی که هر جای را گفته که میجره جور میکنیم، باز جور کرده. چند جای را که کار کرده باز جور کرده. ما دیدیم با چشمای خود، ما دید خود میگم. پروژه رو رفتیم خودتون؟ یعنی پروژه برچی رسه که پروژه کوټه سنگی را ببی، پروژه سرک نو ببی، کارته نه سرای شمالی و کارته پروان، سر کلش را کار روانه. سر جلال آباد، ما جلال آباد هستم، اینم ما قدر خوشحال هستم که ما 4 سرکه میشه، بسیار خوش هستم. حالا شو هم گپ زدیم، کارش روان است تا تنگ و غرو. یک طرفش کارش شروع است، دیگر طرفش شروع میکنه. آقای صاحب گفتنی خودتان برای کسایی که همچون کار را میکنن، سرک جور میکنن، وطن آباد میکنن چی است؟ اینمی خوشی است که کار جور میکنه، وطن جور میکنه، با ملت خدمت میکنه. اونمو را ما دوست داریم، اونمو را ما میخوایم. ما علاوه را که میگن که اینا حکومت همه شمولش یعنی چی؟ همه شمول چی؟ فارسی زبان است در بینش، پشتو زبان است در بینش، هزار است در بینش، تاجیک است در بینش، همه قوم است در بینش، در کل حکومت ها است. حالا ترامپ او دیگه چی نام داره؟ همو دختر، همو زن کلینتون نیست، پشت بالای دیگه است. 2 تنظیم است، یعنی
یکی جمهوری خواه یکی دموکراتا. وقتی که جمهوریت ها میبره دموکرات ها رو در بینش جای میده؟ نمیده نه؟ یا جمهوریت ها میبره دموکرات ها رو جای میده؟ کتی ما کس چیکار داره؟ ما وطن خود میسازیم.